من قبل از همه تسلیت تمام اهل فرهنگ را با خانواده ایشان با یار و دوستان نزدیک میرسانیم. واقعا اهل فرهنگ تلفات خیلی بزرگ دید. استاد یکی از شخصیت‌هایی هستند که او را نه فقط در تاجیکستان بلکه در تمام دنیا میشناختند. استاد محترم یگانه نماینده ملت تاجیک است که با عنوان رسام خلقی اتحاد شوروی سزاوار دانسته شده بود. ولی عمر همین خیلی است، خواهیم نخواهیم همه باید از دنیا روند، ولی مهمش از انسان اون چیزی که به میراث میماند. خوشبختانه استاد محترم ما شخصیتی بودند که مصورهای زیادی کشیدند که آنها امروز در ردیف شاگردان فرزندان میراثبر ایشان هستند و ما را تاجیکان را در تمام دنیا من بعد هم معرفی میکنند. یادشان بخیر، راه آخرتشان همیشه سفید باشد. الوداع، الوداع استاد گرامی قدر. خلق تاجیکستان بخصوص برای ملت ما این بسیار یک خسارات بسیار کلان است. سهراب یک سبک خاص ملی در همین دوره سوویتی هم او هم رسام خدمت شاهنامه ریسپوبلیکا بود خلقی و هم رسام مردمی اتفاق سوویتی بود و هم وکیل چیزمان وقت شورای عالی بود. از خود احترامات زیاد داشت. اینجا سیمبولی که تاجیکستان همه به نام او. فقط یک چیز من گفتم میکنم، اگر داستانا نویسیم کم است، فقط با اظهار بسیار همدردی به اهل بیتشان، با اظهار بسیار به همدردی برای اهل فرهنگ ملت تاجیک خمان. فقط یک چیز میگم که افسوس که این رفیقیم برادر عزیز از بین ما درگذشت. میتوانست با سالهای بسیار برای مردمش خدمت کند. فقط یک چیز یادآور میشیم که شاعر گفته است بهترین از کلاسیکا: خرم آن است که در دفتر پاکیزه ز حرف سخن خیر کشید و رقم خیر گذاشت.